一些茶里茶气的伊朗网红日常。سلام همگی، من آترینم. اینم یه ویدیو دیگه از زندگی من. خب من تازه بیدار شدم، الان ساعت 9 صبح، هنوز آرایش نکردم. میخوام الان اولین کاری که برای هر روز بکنم اینه که 2 لیتر آب بخورم. اولین کار هر روز صبح 2 لیتر آب. ایشالله شما هم مثل من هر روز این کار انجام میدید و مثل من قرار بهترین و زیباترین زن دنیا باشید. بچه ها میدونید یه چند وقتی میشه که ولاگ نذاشتم و همتون هی زیر کامنت ها مینوشتید که برمیگردی کجایی، چرا هیچ ویدیویی نمیذاری، چرا هیچ صدایی نمیدی. خب میدونید من این چند وقت رفته بودم دور دنیا داشتم میگشتم. اول رفتم ترکیه، استانبول. بله اونجا زیبا بود، واقعا خیلی زیبا بود و اونجا کلی چیز خریدم. اینم عطریه که اونجا خریدم، اسمش میستیوره. خب میدونید میستیور is the best. It is the best, بچه حالا فکر کنید الان چیکار قرار بکنم؟ بله it's tea time. اولین کار که باید بکنیم که بزنیم آب بجوشیم. بعد انتخاب کنیم که میخوایم چای کیسه‌ای بخوریم یا چایی که بازه. امروز انتخاب من چای کیسه‌ایه. بچه‌ها میدونید که ما ایرانی‌ها فقط چای ایرانی میخوریم، فقط و فقط چای ایرانی. مثل قهوه نیستش که امریکانو ایتالیا رو بعد بخوریم. چای فقط چای ایرانی. و چایی که من امروز قرار بخورم چای ارلگری گلستانه. این لیوانمونه، خیلی خوشگل و زیبا و خیلی با کلاس. باید بهتون بگم اینو 100,000 تومان خریدم و اینم توش چایمونه. حالا آب جوشید، آب میزین توش. وای واو this is awesome. واقعا خدایی I love Iranian tea. اینم از چایمون. بچه ها این قسمت دیگه تا همین اینجا تموم قرار بشه. ایشالله فردا دوباره یه ویدیو براتون میذارم. گودبای.